بله. آقای ایدری میگن ورزشگاه شماره 3 چی شد بالاخره؟ ورزشگاه شماره 3 میگم ما ورزشگاه شماره 3 نمیرفتیم، خونمون محلمون یه جایی زمین داشت مثل زمین قیایی، اونجا میومدیم سر کوچه، بعد از همون میومدیم بانک صادرات بود، بعد وقت اونجا رادیو وقتی پخش می‌کرد نهانی خانم هستی رو لذتی می‌بردیم، کیف می‌کردیم. الان ما رو درست برد همون بانک صادرات و اون شهوات سرشون که لبنیاتی قنبری و موبایل پختونی. که بالاتر از سیاهی رنگی نیست. تو می گفتی که بالاتر از سیاهی رنگی نیست. پس چرا موی سیاه من گشت سپید؟ گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. سلطان جهانم به چنین روز غلام است.
گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی، گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی. من عاشق تو بگو یار کیستی. تا چند گرد کوی تو گردم، تا چند گرد کوی تو گردم، گهی بپرس اینجا چه می کنی و گرفتار کیستی، اینجا چه می کنی و گرفتار کیستی. امید که با مهر و صفا آمده ای. ما شیفتگان ره مهریم و وفا، ما همه شیفتگان ره مهریم و وفا. مرحبا بر تو که با مهر و صفا آمده ای. من از چشمان خدا مختم، من از چشمان خدا مختم،
درس محبت را که هر عضوی به درد آید که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید آه می گرید آه می گرید که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید من از چشمان خود آموختم درس محبت را که هر عضوی به درد آید به جایش دیده بعد از تو خواب در بستر غم میتوان بعد از تو خواب باد سخن ها میتوان بعد از تو هم این سوز هجران هرگز نمی آید به پایان
تو هم این عشق بی فرجام من شاید که پا بر جا بماند یا نماند. بی تو هم دریای بی آرام دل شاید به طوفانم کشاند یا بماند. من که رسوای دلم هستم که ز غم پروا کنم. میروم عشق و وفا را بعد از این رسوا کنم. دل به دریا میزنم تا که دل دریا شوم آزاد از این غم. فریاد از این دل داد از این غم. از دل چه بود این عشق رسوا. فریاد از این دل داد از این غم. بعد از تو هم در بستر غم میتوان بود. بعد از تو هم با دل سخن ها میتوان بود. بعد از تو هم این سوز هجران هرگز نمی آید به پایان. من که رسوای دلم هستم که ز غم پروا کنم. میروم عشق و وفا را بعد از این رسوا کنم. دل به دریا میزنم تا که دل دریا کنم. خسته نباشید. به به. خسته نباشید. واقعا خسته نباشید. خسته نباشید. آقای جهانخوان خسته نباشید. آقای حیدری همینطور. همچنین. خانم شما هم چه؟
آقای حمید خان همینجور خسته نباشید با پشت دستگاه وایسادن، همچنین همه دوستانی که اونجا نشستن، شما خسته نباشید واقعا. شما خیلی گوش کردید خسته شدید. اگه ما اون 4 تا شعرم نمیگفتیم که دیگه بازم که خودش راجع بازم قبل از اینکه برنامه تموم شه یه 4 تا دیگه عیدو بازم تبریک میگیم. ان شاءالله که همونجوری که سال خوبی شروع شده تا تاش همونجوری خوب بره، پر از صلح و آرامش و خوب و خوش و خرم. واقعا با این برنامه زیبایی که شما اجرا کردید و خانم مهستی و دوستان عزیزمون، من فکر می‌کنم که همه عیدو به زیبایی شروع کردن و انشالله که امسال با این برنامه‌های قشنگی که براشون ترتیب داده شده در تلویزیون ایران و با برنامه آغازینی که شما داشتید همه سال بسیار خوبی رو خواهند داشت. انشالله. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از شما آقای دری و دوستان. بازم باید تشکر کنیم از واقعا تلویزیون ایران که بله آقای شفیعی شب قشنگی رو درست کردن و هنرمندانی که با ما همکاری کردن. تمام کسایی که این دکور واقعا از قشنگی مانی هستین جون و خیلی خیلی متشکریم که واقعا یک همچین برای این قسمت قشنگی برنامه و فعلا. دوستانشون و برای این قسمت من به برنامه. نوبه خودم هم از خانم مینو بهری تشکر میکنم که واقعا امروز روزشون رو برای ما گذاشتن. مرسی مینو جان، خیلی متشکرم. از خانم با اون دستای بقیه هنرمندش دیگه هم سر ما هم درست کنید. سر من اگه ممکنه درست کنم. دستشون درد سر نکنه. ایشون هم درست بود. سر آقای حیدری هم خب پس سر آقای اسفندیاری. سر آقای اسفندیاری خیلی باید درست بکنید. هر صورت ازشون درد نکنه. خیلی ممنون، تشکر. مرسی. تشکر می‌کنیم. پس آرزوی سالی خوش برای همگی شما. توجه مرسی. شما رو جلب کنیم به دنباله برنامه‌ها. جایی نرید که برنامه‌های بسیار زیبایی براتون ترتیب داده شده. تا